شما میافت تو یوتیوب. نگیر آقا نگیر. کمک بابا من هر غلط نکنم بکن. اینو موقع خوردن دیگه. بله. منطقه بصیران، اقلید فارس، قسمت شرقی اقلید قرار داره. یه چشمه خیلی خوشگل هست به اسم چشمه برج بهش میگن. اینجا یه برج قدیمی بوده که منطقه باستانی هست. اونجا این دره رو بهش میگن شاهوردی. لوک مدور، کوه خمه. پشت این کوه یه کوهی هست به اسم خمه. درخت بید. در خدمت آقای جمشیدی هستیم از کارکنان اداره محیط زیست شهرستان اقلید. دیدی از کارکنان واقعا زحمتکش اداره محیط زیست شهرستان اقلید هستن که محیط زیست شهرستان اقلید واقعا مدیون ایشونه. دمشون گرم. ولی واقعا آقای جمشیدی آقای نجاتی هم خیلی کارش درسته. آقای نجاتی آقای جاوری میگم ببینم خودت تو موقع بزنی. بزنه واقعا گوشنه. میگم قوری چه مال منه. یه قوری دیگه هم دارم بهتر امید. چی؟ یه قوری خوبی. خوبه دیگه بذار. تو همین چنگال هست فکر کنم. قاشقه هم شستم نمیدونم باشه یا نه. یه تو فرمش کنی. یه منظوری برش داریم؟ آمد تو هم میخوای بیا بخون. آمد داریم یه لیوان ها رو هم بیار. لیوان نداریم. همه چیز رو من خوردم. من کله پاچ چی کبابه که نه. تو اتفاقا من اون هفتم کباب خوردم. رفته دیگه سخت اومد.
تو باقشون که تو اومدی بیای هم اون مشکل شفتر فوری تموم توه. کرده ولی کرد ایشو هم خب گم آدمو بخورم بیدی چه جور وجدانت چه بابا حسابی 5 کیلو ماست خوردی 5 کیلو زنگ ماست زدم گفتم این همه رامو رد هیچی برام نذاشته گفتم من چه وقت نه. خودم او همینجوری خودشون رفیق دو نمیدم تا لقمه ماست بدمون کلی بدمون هی دغمه ای دقیقه نشستیم هی دفعه جوری میگه و من اتفاقا 16 رو پیشم کباب خوردم بعد میخوام گفت من 3 ماه پیشم زورم آورده چرا یه گونی چبیلیش دادیم با این دفعه چی نه چونی با اون چبیلی یونجه داییدم بعضی چبیلی چبیل کنبی شبیه نبود یه چیز دیگه اشتباهی آوردی اشتباه آورده منم میگفتم نی همشون هم زور شده میگفتن هم میگفتم بابا نی شما خودش میگه هه بهتر من شبیه شق نچیدم شاید نیلو یشکف خیلی خوب داره در قبل من یه بار چبیل دیدم همونجا این فهم بالا همه جاش اکثرا داره کرم هم خورده یه کرم کوی دار شبیه فقط برف میفتی درست به خدا نگاه این خب الان باید بابا، نهاره رو بره کجا بخوری دوباره خوردم با یه لقمه ور نخورده بالا به خدا وسال همه چی منش خوردن اونجا خود امروز چه 700 سرد دولا اگر همین تو محتوای قضیه تاثیر بذاره عالیه به ظرفان بشورم نه خوب شدی هم دیگه انگار به خود اهمیت میده من خواهر کار بکنم بهتون نمیکنم ای وای بس هیچ طور نشه اصلا یه جای افتی معلومه مال حلال بی ها ای بدونی کجا افتی فرشته خاموشه این خود ها این خوب وسیله ستاره ها میتونی همه احساس خوردی چه احساسی داری خیلی خوبه عالی برو بالم جان برو این خروس سلفی بود تموم شد خیلی عالی بی فقط ایول تو یوتیوب من درستش میکنم همون که امیدم قبلش گزارش کرده سوپر لطفا اتمی میخوام این تو بزن یه آتیش بگو یه مال نمیگیرم الان هم 20 یادشون بده خب بس خاموشش کنم حامد بده هم خوره خواب چرا؟ خاموش نمیشه بیا الان تو کی میسوزه؟ رفته بودم سر حوض تا ببینم شاید عکس تنهایی خود را در آب در حوض نبود ماهیان میگفتند هیچ تقصیر درختان نیست ظهر دم کرده تابستان است پسر روشن آب لب پاشویه نشست و عقاب خورشید آمد او را به هوا برد که برد گوش کن دورترین مرغ زمین میخواند شب سلیس است و یک دست و باز شمعدانی ها و صدادارترین شاخه فصل ماه را میشکفد گوش کن جاده صدا میزند از دور قدم های تو را چشم تو زینت تاریکی نیست پلک ها را بتکان کفش بپا کن و بیا